ده اوفیسا ترکیه یا انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه انکسی هلوستا خوا دیار کر جبو داخویانیا جالیه هن گروپین دجبریا سوریه ده درباره دست دانینا لسر باجار ادلبه کو ناو انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه جی دوی داخویانی ده هاتبو و دوی داخویانی ده گوت ما تو داخویانی سبارت ادلبه امزا نکریه و ناو انکسی به آگاهیا وات ده هاتی زیده کرن و اما ده اوفیسا ترکیه یا انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه تکز دکن کو انکسی بجدار نبویا دوی داخویانی ده و اف یک نای واته کو عمل دجی رزگار کرنا هر باجارو که سوریه نه لبله ام صد نشانن پرسید دینن لسر و شوازا رزگار کرنه دما کو انیا النصره یا ناوی ده لیسته ترور ده و رزگار کرنه را دکینه اوفیسا انکسی وها بردوام دکه اف شواز رزگار کرنه نشانه کو ازمون رزگار کرنا باجار رقای بری نهاج آلیه هزن داعشه خوال باجار ادلب دوباره تکج آلیه انیا النصره لگل پشتوانیا مج بو رزگار کرنا هر نافچه که لسوریه جالی ارتش آزاد یا کو باوریا و به دموکراتیت و فرح آلی ل پیشروجا سوریه ته ل آزاد کرنا سوریه جرجم توانبار و جنوبه هزین تروریست دستسر بکن ام وی که پیروز ناکن او داخویانیا لسر ادلبه لجر دروشما ام جوانه و بورنه در کتبو و آلین ناویوان ده داخویانیا لسر ادلبه ده هاتبون اون یکیتیا دموکراتیان سوریه، پارتیان اجتماعی داد و دستوری، شپیلا هفوالاتیه، کربندا گفتگویان اجتماعی لعنتابه، گروپا کار قرطوبا، دستیا هزن شورش لحلبه، کمبونا پارزرن سوریین آزاد، تفگرا قرطال کرنان اجتماعی سوریه، هفبندا دموکراتیان اجتماعی، رخصنا عنتابه یا پارتیا گل، دستیا سوریه یا گشتیل جزیره و فراته، تفگرا قرطال کرنا سوریه، انجمن انشتیمانیا کرد لسوریه و گروپه که جسر بخویان. تزانین بری چند روزان انیا النصره لگل چند گروپن بسر اپوزیسیونا سوریه و باجار ادلبه جدست رژیم درخست و پیکر ابراهیم هنانو تکشکاندن و چند ولاتین کرد رواندن و دو ولاتین خرستیان جی کشتن.